درود بیننده‌های عزیز شبکه‌های اجتماعی دلیر مالی، امیدوارم که خوب و خوش هستین. و چگونه که ما برای شما اطلاع داده بودیم، بعد از اون که اصفهان روان شدیم، ما نیت داریم ناحیه دیگری که ما در ولایت سوخت سفر میکنیم اشت روان شدیم. ولی اینجا برناول و همین گونه ما در یک سرسگاه شهر خوجان قرار داریم. یکاترینبورگ، سامارا، مسکو. اینجا چی نام داره؟ автовокзали роҳи Абреши мо қарор дорем ва аз инҷа мо бо нархи 20 сомонӣ метавонем бо худраво то Ашт ё Понғоз рафта барасем. сари ҳар соати дақиқ хатсайри Хуҷанд Шайдон маркази Ашт ҳаст ва ҳар 9:15 ё 9:20 дақиқа Хуҷанд Понғоз аст ки мо аз Шайдон дидем ки Понғоз наздиктар аст, пештар меравад. интихоб кардем Хуҷанд محله پونغوز ناحیه اشت. ما را در اشت انتظار باشیم. رهای وارون همجا سر میشه؟ چند سال شدی راه در راننده این رو؟ 43 سال باز. این راه ها در این بلاد افتیدن؟ بعد همون استقلال سر شدن این راه ها بیرمو ماندگی. وقتی همون شوروی بود همون انده سال راه ها درست بود. حاضر اینجا هیچ کم نمیگره. من همین حاضر yakın saat mi rafti gidiyor, 3 saat mi? خودتون بینید راه رفتن نمیشه. میگم جایی سوغاش نیست راه. شما برای تعمیر همین واشنگتن در یک سال برای ریمونت چند پول صرف میکنه واشنگتن؟ همین پول یافتگیشه از 3 قسمتش صرف میکنم ماشین به. چرا ترک ساحه نکردین اون پس دیگه نرفتیم با؟ دیگه جایی را بکنم نیست ما کجا میریم؟ سالمو من 70 بر از 66 برفتم. کجا رفته کار میکنم؟ برای تعمیر راه یکم پیشبینی یکم خبرهای خوب هست یا نه؟ خیلی میشد گفتاد یا نخیر. همین سال میشد راه ریمون میکنیم گفتگی. میشد گفتگی نمیدانیم. میشد نمیشد من خودشون میدانم. من همین من همین ماشین من 20 سالی راه بینیش کرد. علاج ما نیست دیگه. کجا میریم؟ چند بار میشد؟ چند بار میشد؟ این هر یکشی گفتن حاضر نمیدونیم چند بار میشد. این ماشین های درکشان شکسته میغلطد. چند تاش چپه شدگیش هم های. بعضی های بود 3-4 جایی نبود. نه باید سال خواباندگی. باید یک حرکتی رئیس شهر و نوحیه موبیلوجی کارگاه همین حرکت میرن میبینم. کجا که میرن سملوت که نمیرن کافه. همین حرکت میرن همشون. ورتلیوت نیست سملوت نیست. مجبور یک طرح همین. اینجا که میره همه رایون اشبه. مجبور دیگه راه نیست. اصلا پیدا شد. با حال پیدا میشه 3 جاش به. چرا اینجای خاص هم خوش پیدا میشه؟ نمیدونیم سببش همون یک 3 جا به 500 متری کرگیان. سببش ما نمیفهمیم. چند جای دیدید و ایران همه جاش
اونجاها همون اسفل اگر تقسیم کرده میپذیرفتن ممکن نالمه شده اونجاهای چکرش. همین اسفالت هم از روی این از روی استخر این وقتی شوروینگی این اسفل ولی باز هر میچده و میرید میبینید دشت‌های به آب وقتی شوروی چی حال داشتین دشت‌های قاب همین خیلی بود وقت اینجا آب نبود وقتی شوروینده آب نبود بعد برابر اینجا اما بالا گران اومدن برای باغ کردن زمین کردن خب بیننده از ما دیگه نمیتونم دوربینم با درستی بخوابم دستم اگر میلرده البته پیشتر دست من میلرده ولی در این راهی خوجان اش دیگه زیادتر که لردید بخشش بچو طاقت کرده کادر ببینه و بفهمین که صدها هزار ساکن اشت و یا مهمون هایی که به اشت میان میرن مجبورن فقط با همین راه برن راه دیگری نیست خب دیگه ماش خب این I love you هایی که دیگه سیمبلی ویدیو گزارش های مشترک شهر ناحیه I love you اشت که ما هر کجا بریم اینا پیدا میکنیم حتما و اینجا یک گردش میشه ما طرف پونغاز گشتیم شایدون میگم شایدون برگشتیم ده مرکز ناحیه خب ما وارد شهرک شایدون ناحیه اشت میشه مرکز ناحیه شاید همین جای ویدیو گزارش من در مورد راه ها دیگه بحث تمام کنم که یکم اوف واقعا نفس راحت کشیدیم بعد از 1.5 ساعتی راه های ولنگار به معنای تامش دیگه خوشبختانه ما وارد شهرک شایدون شدیم این راکت رو برو شدیم باش کنه که همین راه ها برای تمام مردم در تمام منطقه دسترس شود فقط در مرکز ناحیه ها نه خب این نقطه آبادی ها سر می شود مجمع فرهنگی فراغتی 30 سالگی استقلالیت ما حتما به این نقطه باز برمیگردیم بعد از اونی که جماعت پانغاز رفته میم حتما این آبادی ها را از نزدیک می بینیم از روی انعنه های قدیمی هر روز پنجشنبه در شهرک شایدون بازار می شود به قولی و ما اگر از اون طرف برگشت دریاب کردیم نوار میگیریم نتونستیم دیگه فهمتیم این اطلاع را برای شما بودیم در این کوچه و اون جایی که بود هر روز پنجشنبه بازار تشکیل میشه و یک بازاری نو هم که کشادگی هم بعدا برایشون نشان میدیم این بینای زیبا ما برتر میایم باغچه گفتن که تیار است برای قبول بچه ولی به استفاده داده نشده است اینجا یکون کس از دنیا گذشتگی هم به فکرم نامش هم خیابان ابدی خب این راههایی که تعمیر شده است طبق اطلاعی که امکی راننده برای ما داد از جانب مردم و صاحبکارهای خیلی پانغاز تعمیر شد کی تعمیر شد این راه همک؟ اکتبر نوامبر 2021 چند کیلومتر هم راه آباد است؟ اینش باید پیش سر شدیم خلاصه چند کیلومتر است تا پانغاز هم راه آباد؟ 20 کیلومتر راه آباد که ما میریم خدا را شکر دیگه بای بای راههای بیرونی خوجند اشت ما به راههای آباد رسیدیم صاحب کارو کردم بله
дуруд ба шермардо ва патриотҳои асил ҳар куҷои дунё ки ҳастен, ҳар касе ки ҳастен, дар ҳар вазифае ки ҳастен, аз соҳибкор сар карда то кормандои мақомоти иҷроия ва ҳар азизе ки ҳастен. як ҳамсафари хуб ёфтем, моро хушомадед мегӯем. ман аз деҳаи Бободархон, Қурбон Муҳаммад Бахриддинов, зодаи деҳаи Бободархон, ҳоло дар муҳоҷирот дар шаҳри Нижний Тагил кор ва зиндагӣ ба сар мебарам. Бениҳоят имрӯз шод ҳастам ки яке аз бародарони мо, Далерҷон Имомалӣ, ҳамроҳи мо аз Хуҷанд ба ҷамоати деҳоти Понғоз сафарбар шуда истоданд. Ин ҷавони боистеъдод боварӣ дорам ки бисёр эпизодҳои қишлоқи моро гирифта ба барномаҳо медиҳанд. ин бародари азиз Далерҷонро ба ҷамоати деҳоти Понғоз хушомадед гуфта, ба шумо бародари азиз тани сиҳат хотири ҷамъ, зиндагии осоишта таманно дорем. дар куҷо бошед, дар паноҳи худованд бошед. ҳамин қадар Тоҷикистони ази мо обод шавад, зебо шавад. мана мардуми Понғоз ба раҳмат ки роҳҳоро зебо карданд. мана боварӣ дорам ки бо пешвои ҷаноби олӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон барнома карданд ки аз моҳи март роҳи Хуҷанд ашт ба вай дода мешавад. таъмираш шурӯъ мешавад. мо ба ин фахр мекунем. зинда бод Тоҷикистони соҳиб истиқлол. Зинда бошед. Чанд суол дорам. Бахши шумо аз рӯи ихтисос чӣ кора ҳастем? ман дар тиҷорат кор мекунам. касби ман Хуҷандро тамом кардам. солҳои бисёр шуд. текстилни техникумро тамом кардагӣ. ҳамин як масъала бисёр барои ман аҷиб аст ки ашт, исфара ва конибодом дар масъалаи кӯчи оилавӣ ба Русия хеле чӣ шудааст, яъне муҳим шудааст. Чаро мардум оилавӣ аз инҷо кӯч мебанданд, ба Русия мераванд? шумо ки аз муҳоҷират омадед. акин ман солҳои бисёр шуд. рафтани ман ба ҳамагӣ 27 сол сипарӣ шуд. ман худам хеле ният мекардам ки оянда дар Русия кор ва тиҷорат кунам. лекин ман акун касоне ки мехоҳам мераванд, лекин беҳуда нагуфтанд аз давлати дигар ҷои истиқомати худ ин хоки ватан муқаддас аст барои мо. Чанд вақт як бор ватан меед шумо? ман ватан мана ҳозир 2 соли 8 монда ба ватан омадам. фахр мекунам. мана ҳама ҷо обод, қишлоқҳои Саро, Бободархон, Понғоз бениҳоят асфалтпӯш шудааст. ин як пешравии мардуми сарбаланди соҳиби Понғоз аст. зинда бошанд мардуми соҳиби истиқлоли Тоҷикистон, мардуми деҳоти Понғоз. Зинда бошед. ҳамсӯҳбати бисёр хуб, патриот. аз ин гуна ҳамсӯҳбатҳо бисёр хушам меояд. албатта саломат бошед. ба шумо низ тани сиҳат хотири ҷамъ бародари азиз. зинда бошед. барори кор доим осудаҳол бошанд. роҳи сафед. зинда бошед ва идомаи роҳамо мебинем. ва воқеан ин роҳ мара дар ҳолати шокӣ афтон ки роҳ хеле хуб таъмир обод. ин мактаби наве ки бунёд шудааст ва бояд наздиктарин вақтҳо ба истифода дода шавад. миёнаи умуми рақами 7. дуруд ба онҳое ки мактаба бунёд карданд. сари роҳ мо бо як масҷиди калон вохӯрда истодаем ки гуфтан ира шодравон мулло Абдураҳим сохта будааст ва аз қабили ҳамин роҳҳо ҳам роҳнамош ҳамон одам будааст бо дастгири соҳибкор. хоб ин масҷид кушода аст, яъне дараш ҳам мебинем ки боз аст ва мардум роҳат метавонанд бияранд панҷвақт намоз ва намози идайну ҷумъа ҳам ҳамин ҷо. масҷиди ҷомаи нури имони ҷамоати Понғози деҳаи Понғоз, як масҷиди калон бузург. ин беморхона. мо расидем навшама Понғоз ба деҳаи Понғоз. با بالا میریم. چقدر دیگه بالا میریم؟ نقطه آخر تو چند؟ 2 کیلومتر دیگه بعد ما پایان میخوریم. بعد از راه طولانی را طی کردن از خوجند تا شیدان و اینک مرکز جماعت دهاتی پانغاز ما اومدیم به بینای جماعت دهاتی پانغاز. چون انا یک بار وارد میشیم میبینیم که کی ما را قبول میکنه.
نورالله وایدولویف سابق прокурори тоҷикистон ки дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ нобуд шуда аз понғоз будааст. 1940 дар деҳаи понғози ноҳияи ашт ба дунё омадааст. равонашон шуд ва ин диловарони ҷамоати деҳоти понғоз дар даромадгоҳи айвой ин ҳолат мара нороҳат кард ки вазъияте ки ҳаст. یعنی سیستم باز هست مثل هر جای دیگر ولی شرایط خیلی خوب نیست. میز و کرسی ها از شوروی میراث ماندگی و هوا کمتر خنک هم هست، کمتر نه خیلی چون زمستون که هست و اینجا بخاری باید باشد که گرم کنه روزی نیست کسی. تاسفانه کسی را نیفتیم اینجا که یک لحظه صحبت کنیم. می‌دویم با بینای جماعت. می‌بینی که برق هست ولی خوشبختانه برق هست. خدا را شکر برق هست دیگه لیمیت نیست که میکشیم سیتاشونه بریم ادامه. اینم درآمدگاه یا راهروای جماعت. ایشون ژورنالیست باشن داره ژورنالیست این کاربرا یاد ادبیات دیم. چی با ادبشون دیم؟ چی گناه کردم؟ 5 روز بود رئیس نیافته کی. چند روز باز؟ 5 روز باز. شما 5 روز برای کدوم کارتون اومدید جماعت که رئیس نیافته؟ این به اسپرافکا گرفتن اومد. رسیده گرفتن. برای یک تا سپرافکا جای استقامت. این به علنی صورت چسبوندن در کل رسیده زگیران بود. کجا با میگن رئیس؟ رئیس از اون دو بده کامل تازیان. تعزیه دبلو ساعتی کاری با. حاضر هم نیستن. بعد اون کاتب و معاون و ایناش نیستن که کار شما را بود کنن. او کاتب و روی این صورت پیچان زکران میکنه. خود یک بار بودن که ساعتی کاریشون خب اینجا نرخنامه است. ببخشید. اینجا هیچ کس نیست. در ساعتی کاری که یعنی ساعت حدود 11 و چند است. بعد پشت درشون هم متاسفانه نوشتگی نیست که اینجا واقعا رئیس جماعت میشینند و اگر میشینند نام و فامیلشون چی است. و ساعت قبول. این خط شخصانی نوبادارشون. اینجا دیگر روی خط است. کتبی جماعت باید چینه. این جمله جانم این جمله جان کندی برای من بسیار خوش آمد. خدا کند که مسئولین به قدر این جمله برسن. جان کندی همین جمله با نیستن کاتبش هم کاتب هم نیست من ندارشون. روزی کاری هایی روزی کاری ساعتی کاری وقتی این شهروندان انتظار بچورو ده همه خنک نه هوا ها؟ گار حتی هم خیلی میدونی کارشون بکنه شده وای شکوتشون نیست خب دیگه اینجا اینو کیه؟ سلام علیکم دادن شما چخیر؟ شما خوب می؟ نقد می؟ بخشش من دلیل مادر روزنامه‌نگار از دوشنبه آمدم مهمونی شما و من می‌خواستم اون رئیس معاون اون تشیعم در ساعت کاری در روز کاری هیچ کس نیست روز کاری هم می‌جانه بود مکتب 36 انده مجلس از نوحه برآمده مسئله یعنی پیام میام به مجلس مکتب 36 انده اومده هم میگفت رفته میده این مردمی که پشت در بیچاره میگه 5 روز شد رئیس نیافتم 5 روز میگه یک میگه تو خیر 5 روز از میگه این خودش یک بار همجا میگه میکنه اوچلا بشنو گشتن این کابینت خودی قگر مردم در بیرون خنک از یا لحظه دست ما به هزی پیزی هیچی نمیتیا ا کجا اینا گارد ما به خیر خودمو خونه میوره وو خودتون کابینت ایسا خودتون گار میکنید ما کدوم میخریم انا سمعت بلد يقول ما چیز نیست
شما بوگالتر کار میکنید ولی یه بار بس من مادر فریاد کردم میگه 5 روز من رئیس نمیام نمیام سلام علیکم اوچا جان شما بدید تو 5 روز شد رئیس نمیاوید ما اومدگی نه ما اومدیم ما دوزشون نبودشون اومدگی او این اکه گلابو خونه که رئیس هر روز همین جا دکو ما اومدیم نیست آیا ابد رفتن یا چی رفتن شما کام دید که رئیس نبودم چه؟ ما به پریروز اومدم ما همین سال اومدم رئیس نمیجا بودم پریروز اومدم ابد صوتی بود ساعت 12 وقتی عبیده همین سال هم بودم دینم ما دنجا هر روز من دهم کرده رئیس نمیجا بودم نه من از ساعتی کاری کو رفیق کماندیر نیستن رئیس و مکتب 36 من مجلس شد مجلس می خب جماعت دهات پانغاز که ما از اول راه‌هاش گفتیم خیلی آباد و آبادکاری‌های کشیده است ولی این وضعیت مرا واقعا نگران کرد خود بینای اساسی جماعت از طرف دیگر که واقعا با تعمیر نیاز دارد و شاید یک بینای نو به پروژه بکشند به این خاطر من خواستم از مسئولین جماعت کسی را پیدا کنم که به سوالام جواب بگیرم که چرا یعنی خود بینای جماعت در این حالت قرار دارد یعنی قریب که از عصر 20 کلان تعمیر دیدگی نیست میبینید این وضعیت و امیدوارم که با گوش مسئولین و با گوش صاحبکارای پاتریوتی که واقعا جماعت آباد کردن یعنی راه و مکتب و مسجد و ورزشگاه و اینا رو یعنی یه بار در فکر جماعت هم میافتن حتما هرچند جماعت باید در بالانس حکومت باشد یعنی باید مقامات اجرایی در پای تعمیر اون باشد ولی همه چیز از دوره شوروی موندگی روی تعمیر دیدگی نیست متاسفانه می‌بینید اینا همش از دوره شوروی مونده همین سیستم همین درو و بالا هم همین وضعیت است خب ما از روی وظیفه آمدیم در جستجوی رئیس جماعت معاون و هر کسی دیگه که نیافتیم اکنون میریم با جای دیگر از روی خط حرکتی که داریم رفتیم خورش بودم که می‌رفتم کوتی بودم کوتی بیابون خورش بود شما رئیس کوبی آمده نه کوتی دیدم بودم کارتون بود کردن نیستن از کار نه کار نیستن کوچ رفتن کجا رفتن کار برفتن او ساعتی کاری نباید جا شما باشن در کبیتر سفری رفتن دیگه وقتا میاد چون آخه در برابر راه‌های آبادی بین محلی نیست که من به نهایت خوشحال شدم که گفتن اکثرا با دستگیری صاحبکارا این راه آباد شده است من با یک بینای مکتبی بخوردم که فکر می‌کنم که از دوران شوروی مونده است ما از مکتب‌های نوساخت و نوبنیاد در دوران استقلال میگیم ولی حالا می‌خوام یک لحظه سری نه به این مکتب بریچیم که چه حال و وضعیت و حالت دارد مکتب رقم چند؟ گیمنازیه 5 اینجا گیمنازیه همین شرایط با گیمنازیه ده خب حالا میدونم که تعلیم چه خیلی در داخل گیمنازیه این چیکار نیست کو؟ رستان کجا با اینو؟ اینجا خونه معلم ها؟ کجا با این معلم ها را ببینیم؟ ها؟ مکتب پاستانده کجا با؟ این همه پاست اینجا چهارم پاستا اینجا چهارم خورده اینجا اچارم خورده و معلم ها کجا با اچارم خورده؟ معلم کجا با؟ پاستانده و شما را حالا کی درس میده؟ کی نگاه داره در مکتب؟ شما را کی نگاه داره در این گیمنازیه؟ هیچ که نگاه تو نداره؟ درس تمام شد؟ یک اون کس معاون دیرکتور یا اون کس هست؟ کنی کجا با؟ پاستانده یا جای دیگر ده؟ این مکتب چند تا بینو دارد؟ اساسیش کجا بهاده؟ کجا؟ و مکتب کلام آها مکتب کلام و رحمت نوشم اونجا میریم کی اومد؟
خب این متاسفانه با این هزومو گرم میکنیم. این هزومو را خودتون میبیاره؟ کی میبیاره این هزومو را؟ از کجا میبیاره؟ معلمو میگن میبیاره خودتون میبیاره؟ اینجا روی خط نوشتگی می؟ کی آورد پیلوس ها؟ موسی، ریحانه، آسیا، یاسین، خدیجه. این روز نوبتی کی؟ سفینه آوردگی ها؟ نه آورده است. امروز میبره. این از کی موندگی این هزوم؟ اینا آتش شکسته آوردگی. کوبور نداره؟ نه این صنف در کومور نیست؟ شما کجا با دارید؟ کومور خودتون میرید که از مکتب میتید؟ از خودم میبره. از خودتون میبرید؟ مکتب نمیتید؟ از خونه. یعنی کومور هزوم همشه خودتون میبرید. من روزنامه‌نگار ژورنالیست کی آینده ژورنالیست شدن میخواد؟ اون کس میشه ژورنالیست. تو ژورنالیست میشی برای چی؟ خب طبق اطلاعی که ما پیدا کردیم این هزوم خونه دو شما و اینم در هوای کشور این هزوم هست. ولی که کومور ندیدم، من فقط هزوم دیدم. ولی بچه گفتن که ما از خونه هزوم میبریم. بچه از خونه هزوم میبره. یگون اینجا میگیریم. اینجا کم یگون وقت میگیره از اینجا. لیکن اخی برای یک ماه نمیرسد این هزومی که من اینجا دیده سرانی ذخیره. این گویا برای چیز گذاشته شده همتون. آبی دار. اینا آب کتی دستش میشود. و کنی آبی نبودگی که چی میشود؟ آبش نیست. بعد کجا با دست میشود شما؟ چایجوش هم نمیشه. چایجوش کجا با؟ چایجوش هنه ما در بعض جا اونه قربایی میگیم ها؟ من اون دهن تریزه و ایستادگی ها؟ هم کتی دست میشه؟ خیلی بچه کی آینده پریزیدنت میشه؟ چند تا پریزیدنت آینده نامزد؟ 1 2 3 4 5 تا پریزیدنت آینده. کی آینده میلیسا میشد؟ میلیسا 1 2. کی آینده بانکیر میشد؟ بانک همه چی تو با میلیسا ها؟ کی دکتر میشد؟ واو چون هر وقت دکترها زیاد. کی معلم میشد؟ یک تا دو تا. آفرین معلمم پس. کی ژورنالیست میشد؟ ژورنالیست کی میشد؟ یگان تا ژورنالیست نه؟ کی اکتور میشد؟ لیوچیکی. دو تا لیوچیک پیدا کرد. 3 تا 4 تا. خیلی آینده ملت خدا کند که در شرایطی بهتر این لیوچیک و بانکیر و پریزیدنت های آینده تربیه یابند. یعنی در داخل کوچه های دهات پانغوز ما با دو حالت روبرو میشیم. این گونه بیناها هم هستن، این گونه بیناها هم هستن، این گونه بیناها هم هستن. ولی این خوشبختی است که مخصوصا که تمام تنگ کوچه های پانغوز حتی منفرد شدگی است و باز خدا را شکر این گونه خانه مردم دارد. هر کسی که صاحب شده است حق حلالش. طبق خواهش و پیشنهاد و درخواست شما ما اومدیم نهایت به مسجدی که در محله پشته هست که بچه گفتن که اینا به خاطر مسجد ساکنا بنیاد کردن و شاید حجت گزاریش هم درست نبود یا نمیدونم شرایطش با طلبات جوابگو نبود که اینجا را خودی بعد آثارخانه کردن. ولی در هیچ کجاش من نوشته ای که مسجد بود اینجا یا که آثارخانه است ولی نمیبینم. خلاصه یک بار وارد میشیم که ما را کی و یا چی انتظار است. این بالا حلقه داشته با اجازه میبخشین تا پشت دری اساسی بریم که اینجا باز است یا بسته. بسته هم هست. هزار بخشش میپرسیم از مأمورین این مسجد یا آثارخانه چون دری اساسی مسجد و امروز آثارخانه هم بسته بود. من نمیتونم چی بگم برای که نوشته نیست نه مسجد نه آثارخانه خلاصه. ولی این درم که باز من خوش این در بسته بود. یعنی من وقتی که شدم کشوده شد عذر زیاد
ما یک بار وارد میشیم ببینیم. فکر میکنم که اینجا در همه مسجدهای ما یک نقطه برای لحظه استراحت از این نماز به این نماز یا که خوراکای دسته جمعی بشید بعد وقت اینجا هست. اینش فعال عجیب شد اینجا ماموریتی حالی مسجد بشینن یا که آثارخانه بخواد، یعنی درش باز و پیچکم در حالت کاری است بخواد در از که هست نصب شده است نمیدونم کار میکنه که البته کار خنک است کار نمیکنه و اونجا وقت‌های نماز هست، یعنی در اون گوشه میبینید شما وقت‌های نماز جاگذاری شده است. یعنی فکر میکنم که در همین نقطه‌چه معده حاضر شد برای نمازگذاری شرایط باشه، برای که میبینیم اینجا جای نماز هم هست. ساعت هم از 12 گذشته است، یعنی بعد از چند وقتی نماز پیشین میشد، یعنی در این نقطه معده احساس میکنم که برای نمازگذاری حاضر شرایط شده است در داخل همین مسجد. ولی جای اساسی که خودش برای نمازگذاری یعنی تمام شرایط هست، از خود همین گنبدها سرکردگی تا این طرف محراب دارد و همش هست و داخل هم که درش بسته بود ما نتونستیم نوار بگیریم، یعنی تمام شرایط برای مسجد ساخته شده است. من میخواستم از رئیس محل از رئیس جماعت از کسی جواب بگیرم که یعنی چنین یک مسجدها چنین یک بناها به خاطر مسجد اگر ساخته شده است و حجت گزارش درست نیست با هر دلیل، پس چی میشد که ما یعنی همکاری کنیم و باوری های مردم اعتقادی مردم رو برآورده کنیم که این بنا ساختش طرحش دیگه برای مسجد و واقعا آینده همچون مسجد فعالیت کنه. اگر میگیم که نه استارخانه، شاید مردم میگن که استارخانه کنند. به همین خاطر ما میریم برای جستجوی رئیس محله همین پشته که اگر کسی را یافتیم با این سوال ما میخوایم جواب بگیریم که این نقطه حالی همچون استارخانه فعالیت میکند یا که همچون مسجد، یعنی نامعلومی است اینجا نوشته هم نیست متاسفانه. بریم. ما یک چیز دیگر اعلام میکنیم. اینجا نوشته با دست دیدم من همین حال حاضر که اینجا نوشته که وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان بخش فرهنگ اشت آثارخانه شاعری کلاسیک به نام آدینه محمد معدنی و رقم تلفن راهبرم هست، ولی ما زنگ میزنیم که کجا باشند. خونه آباد صاحبش نیست نی؟ کجا رفته؟ روسیه. اوه. ها؟ هسته یا این؟ درشو بحثه رفتگی هم تو بریم. این روسیه رفته. اینو چی اینو؟ اینو درش قلف کن اینو. رحمت. так این خانه خیلی خوب و زیبا. براو برای صاحباش که ساختن این خانه ها را. حق حلالتون. ولی کجا این وطن کی میماند؟ واقعا مرا شاکی کرده است. این همه زیبایی ها، آبادی ها و تازگی در کوچه های پانغاد، این تازگی را بینید. جدی میگم براو مردمی که در اینجا حال زندگی دارین، ولی این دراتون بسته زنگ زده است. بعضی درا کجا میرین؟ من دلیل مالی برای صحیفه خودم. این همسایه دراشون بعدنش قلف کجا با اینو؟ روسیه میرم. اویلوی. این وطن برای کیا بود کردن؟ راه رو خوش رو بود کردن برای که خانه خوش رو برای کیا اینو؟ میبینه. شما بعد در تنهایی
احساسی تنهایی نمیکشین؟ همسایه‌تون نیست، خودتون تنها بارویر چیلوش زندگی میکنین دیگه. شما چرا نمیرین روسیه؟ میریم و همه میبینیم. نه اویلایی چرا نمیرین مثل این همسایه‌تون؟ نه اویلایی که بسیار کس وضعیتش چینی نمیتود. همین راه ها حسابی مردم آباد شده است. کدام سال تعمیر کردن این راه ها را؟ 17. تمام مردم پول پرداخت یا فقط صاحبکارا؟ تمام مردم. برای کار شما دکتر. زنده باشید. حالی که ما قرار داریم در یک از نقطه های مرکزی دهه پانغاز، جماعت پانغاز، و یک چیز برای ما جالب است که واقعا تمام اینفراستراکچور هست، اینفراستراکچور ساخته شده اینجا است. مرکزهای خدمت رسانی شرکت‌های موبیلی، بیناهای خوبی خدمت رسانی زمانوی، فروش میوه و سبزیجات، همه چی انگشت، همه شرایط هست برای زندگی. نمیدونم هر کسی که ساخت است این شرایط، مردم خودش با همکاری یک جایگی مقامات اجرایی حاکمیت با هر کسایی که این شرایط ساختن، هر نفری که بیرون از تاجیکستان این ویدیو را میبینین، یعنی من نمیدونم که برای یک زندگی باید چی دیگه لازم باشه. چرا مردم از اینجا زیاد میرن و درهای بسته کتیم از زیاد روبرو میشن. این همه بینایی که ساختیم. سلام علیکم محمد. شما خوب هستین؟ چی حال دارین؟ شما در این پانغاز زندگی میکنید؟ چند سال شد؟ 80. همین بیناهایی که خیلی زیبا است دوره شوروی بود یا نه؟ همین بیناها ساختمانایی که هست؟ نبود نه؟ اینا را کی ساخت؟ دولت ساخت. مردم چی سهم گذاشت برای ساختنشون؟ مردم با دولت یک جا ساخت. یک مسئله عجیب است برای ما پیرای کار. چرا مردم اویلوی از پانغاز میرن روسیه؟ دراشون قلف زدگی است. چی به این خیل شده است وضعیت؟ برای من چی رفتگی دیگه؟ کوربه. فرزند و اهل اویله شما هم هستن در بیرون. بعد برای برگشتن اونا چیکار کنید که اونا بیان در اینجا زندگیشون دوام تیان؟ یکون جای کار نیست. جای کار نیست. دوره شوروی در این پانغاز چه شرایطی کاری بود؟ اون زواد، کارخانه، اداره بود؟ کلخوز و سوخوز. یعنی بود. حال کلخوز و سوخوزا کجا شدن؟ نیست. یگان کارخانه استحصالی بود یا نه در پانغاز؟ نه. فقط کلخوز و سوخوز کار میکردن. شما چیکارا بود شوروی به امک جان؟ من در کلخوز کار میکردم. من آخران شده کار میکردم. پاسبان در کلخوز. شما چیکارا بودید امک جان در شوروی؟ کلخوزی در کلخوز کار میکردم. کلخوز. از حساب کلخوز چی میگذشت زندگی؟ کلانچی دیگه؟ زنده باشین. برای کار پیرای کار. زنده باشین. خب یک لحظه ما صحبت شیرین داشتیم با پیرای روزگار دیده دهه پانغاز و اینجا برای من جالب شد یک بار ببینیم این گوشه را. مثل یک مجلسگاه یا توی خانه هایی که میراث از دوره شوروی مونده است. من در بعضی عکس و ویدیوها میبینم که دوره شوروی اگر یگان توی محفل نشست مجلس شد در همین خیلی جاها برگزار میگردید. این میراث از دوره شوروی مونده است برای ما. یا دوره سر موندگی باشد مایلش نمیخواد نوار بگیریم. ها؟ توی میگذشت اینجا با؟ آها. خوب اینم دیگه بیناهایی که از ساختش معلوم که همش دوران استقلال ساخته شده است. خب ادامه بریم برای تماشای پانغاز. یک محله بسیار آباد، تازه، زیبا. ولی این پروبلم هست که مردم از اینجا رفته است. وای. خب نیم پیکره گنرال نورالله وایدولایف اولین پروکورور گنرالی جمهوری تاجیکستان 1940 20 مارس تولد شد. متاسفانه 24 آگوست 1992 به قتل رسانیده شد در شب روز گیروداری های تاجیکستان که ما در جماعت اطلاع دادیم. از بچه‌ای که اینجا این مکتب رفته میان میخوام پرسم که این نفر را میشناسند یا نه. یک کوتاه نظرسنجی میکنیم. چی گفتین؟ سلام علیکم. چه خیلی بار سلام کنیم؟ بخشش. بیا. یا چی پرسم؟ این بابا کی؟ نه کی آخی؟ ها؟ چی کاره بود؟ سلام خواهر جان. این بابا کی؟ کی هستن اینا؟ نگفتن در مکتب؟ بیاید. آبا چه بیا اینجا.
بیا صحبت بکنیم اینجا. نه بپرسی. اینجا بیاین شما. بتا. کی میشناسه این بابا را؟ کی است؟ کی میشناسه؟ نورالله وایدلایف. کی بود اصلا اینو؟ نورالله وایدلایف کی بود؟ کسی نخونده کسی که همین وظیفه همین مرده که بگه در صنف ما 20 تومان توفهش میتیم. نورالله وایدلایف کی بود؟ شهید شده مردگی. چی کاره بود؟ گنرالی کجا؟ در قریب بیافتیم. در کجا کار میکرد؟ کسی که یاد نورالله وایدلایف چی کاره بود 20 تومان؟ در دوشنبه چی کاره بود؟ هیچ که نیافت نه؟ نخون. خواهی بیا مایلش خون. کجا کار میکرد؟ اولین پراکرور خودت خوندی. گپ نیست. برای کار. کی پراکرور میشه آینده؟ давай خواهی. اینا برای چی افتاد امک جان اینجا در لبی راه؟ لبی راه همین بازار به میموننده بازار چیز میفروشن. کدام روزا بازار میشه در پونغاز؟ روزای جمعه. کوچه مرکزی دهه پونغاز جماعت پونغاز به نام همین نفر است. رستم جورایف. و برای من جالب بود خودم نمیشناختم معذرت عذر از اون. بله. اولین عالم دهه بودن رستم جورایف از 37 تا 95 در همین حوالی زندگی کرده. معطر جورایف را بله ژورنالیست. جانم پدر معطر جورایف می ژورنالیست مشهور راوی. روز مسکو آوای کاس. شاورم به خیش که آمد بچه شاورم. این خونه با زندگی کردگی می. رستم جورایف. شما با کی میشد؟ ما با شاورم با امک. شوهرتون دامک. این خونه ای پدر و مادری رستم جورایف. اینا عالم در کدام ساحه بودن؟ نمیدونم ولی اولین عالم دهه. پدر رستم جورایف. سلامت باشین. رحمت. بیا دروی دلا. سلامت باشین بچه جان زنده باشین. ادامه میریم. در آرامگاه مرکزی دهه پونغاز ما به این نوشته روبرو شدیم که واقعا برای من جالب بود. در اینجا جسد پارتیزان سرخ دودومت عزیزوف که از طرف باسمچیان کشته شده بود گرانیده شده است. 1932 سال مرگش 1980 سال تولدش. روانشان شد. برای هر ایده که جان دادن نظر و اندیشه ها گوناگون است. بحث شوروی و استقلال همیشه در میان بیننده های ما مطرح است. به همین خاطر ما برای شکف دعا میکنیم این برادر و در پس منظر آرامگاه خیلی زیبا تازه آزاده را میبینین و حتی در میانش راه روها و نشستگاه ها داره که من حالا براتون نشون میدم. ولی همین واقعا برای من جالب است این گل چنبر و این آرایش زیبای سنتی بحث و عجیبنده. با گذشت چند سال اکنون در میان ما کسا و عزیزای پیدا شدن که از باسمچی‌ها میگیم که قهرمانن و من هم شخصا جانیدارم که باسمچی برای من قهرمان بود چون باسمچی بحث و هر گونه چه خیلی میگه نمیگه باسمچی برای من قهرمان بود. باسمچی بابای من و ما بود. اگر بعضا باسمچی ها ترک بودن از لحاظ نژاد این بحثش دیگر ولی آنها برای اون مبارزه کردن که این وطن شوروی نگیرد. شوروی که بعداً برای ما واقعا نه با جای بحث ندارد که راه آورد مکتب آورد بنگاهی طبی آورد یا هر چیز دیگر. ولی من فکر میکنم که اگر شوروی هم نمی اومد و این همه را نمی آورد واقعا بخارا با همون ساختاری که داشت در همون دوره تاریخی طبق وضع اطلاعی که من گرفتم از بعضی کشورها پیشرفته بود. حتی از ژاپن هم ما میتونیم بگیم که در همون دوره پیشرفته بود. بخارایی که ما داشتیم در اون دوره سمرقندی که داشتیم در همون دوره ولی تحت حکومت منغیت بود یا هر کسی دیگر ولی زبان تاجیکی بود. دولت داری با عنصرهای تاجیکی پیش میرفت در اونجا. خب روان این پارتیزان شاد باشد. دودومت عزیزوف قهرمانی کرد برای ایده که میخواست و جانبدار بود. یادش بخیر. ما آمدیم تو خانه ای که استاد بهردین کمال‌الدینوف پروفسور زبانشناس معروف ما که سال 2020 در اوج کووید گذاشتن و اینجا گفتن که دودراش زندگی میکنه اینجا آمد؟ دودرام گذشتگان کی زندگی میکنه اینجا؟ همین دودرزاده. یعنی عجیب که مردم بهردین کمال‌الدینوف هم میشناسن بچهای جوان رو در نظر دارن. همین کوچه که شما اومده بله کوچه پروتکلی همش کوچه به نام بهردین کمال‌الدین. بلوگیش بو کانتر بالاتر به نام رستم کیف رستم اونم عالم. یعنی کودکا را در نظر دارن که من کودکا همه میشناسن. آقای نورالله وایدلایف کودکا را پرسیدم ندونستم. کمال‌الدینوف هم میشناسن کودکا؟ همه میشناسن. میشناسن. کورد کلام میشناسن. سلامت باشین.
برادر عزیز در اول ویدیو شما دیده باشید ما گفتیم که این مسجد هم با ابتکار و دستگیری های مولا عبدالرحیم معروف در همین دهه ساخته شد، یعنی با راه بلدی همین خیلی برادر. خب چون برای چی پشت دستگاه نواربرداری بچه‌های کارمندای جماعت هستن گفتن نخواستن، ولی خودشون اطلاع را برای ما دادند که در جماعت پانغاز که 4 دهه را در بر میگیرد بیش از 30,000 اهالی دارد، 26 مسجد 5 وقته هست گفتن که دراش دائم باز است. در برابر اون مسجد بسته ای که ما در قسمت بالای دهه دیدیم که آثارخانه شده است و برای خود همین دهه پانغاز گفتن که ما داریم 15,000 اهالی ولی 16 مسجد جامع هست. مسجد 5 وقته که جامعه است، این مسجد جامعه است، او 5 وقته 16,000. یک تا مسجد جامعه هست. مسجد جمعه چند تا؟ یک تا مسجد جمعه در 4 دهه، در 3 تا. فهمو درش نش باز ما ایبار وارد میشیم. مسجد هم میبینیم که واقعا چند لحظه پیش نماز پیشین تمام شد. وای وای یعنی مردم هر وقت خواست میتونن بیاد همین خیلی. خب ما هم یک بار تا درآمدگاه میریم و معلوم است که کارهای ساختمانی هم هنوز ادامه دارد. خب ادامه نوار ما به شکل از این طرف برای شما پیشنهاد میکنیم. خب درهای زمانوی، شرایط خوب، جای موندن پای پوشی ها و این راه ما را میبره به آشیانه دوم میبره. خب این طرف هم یک موضوع بررسی شد اینجا با بچه های جماعت که نمیدونم برای چی نمیخوام پیش کامیرا باشن، میخوای علاوه باشین. نه من گفتم که یعنی ساعت 9 از 1 گذشت 1 و نیم، ولی ساعت هم نشون داد که چرا مردم اینجا نیست برای نماز گذاشتن. گفتن که همگی چند لحظه پیش همه از نمازخانه بیرون شدگن میان اینجا مردم نمازخانه، اینجا محراب منبر همش هست. گفتن اگر لازم شد کامرای نظارتی را نشون میدین که یعنی مردم میبیاد اینجا وقتی نماز ده. گفتم انصافا پیش دوربین بگیم، گفتن که نه از دوربین بیرون ما دلیل که میتونیم گفته که مردم اینجا نمازخانه میبیاد. خیلی همین تازگیش هم یعنی نشون اون است که یعنی واقعا مردم اینجا میبیاد، یعنی تازه اگر مسجدی که استفاده ده نباشد الکی چنگ میگیرد و این چیزا و ساعت ها هم که در حالت کاری ان، خودش دلیل اون است که اینجا کسی هست که این ساعت ها کار میکند و مردم میبینین دستگاه چنگ کشک هم هست. خب طهارت خانه مسجد تعمیر افسوس ما از استوا عذر میپرسیم، زحمت شما را زیر پوکر اگر گذاریم برای نشان دادن بخشش. اینجا طهارت خانهش کافلو. خب این ترمکس ها ولی در حالت پایین یعنی کار نکرده است، شاید اگر وقتی لازم شد برای تعمیر شد. بله امیدوارم که نزدیکترین روزها از تعمیر میبرد و مردم مورد استفاده قرار میتن. اینجا این برای آبی گرم طهارت دستی هازی تو تعمیر بود شدن و فکرانه. این طرف هم دیگه حاجت خانه مسجد. خب ما یک بار دیگه حوالی برای شما نشان میتیم و میریم دیگر منطقه و گوشه ها در جماعت پانغازی ناحیه اش و تسرک به شیدان باید برگردیم بچه‌ها که شیدان هم باید برای شما چند نقطهش نشون دهیم. برادر عزیز ما از روی سفری که داشتیم به قسمت بالای جماعت پانغاز میرفتیم و این بیمارخانه را هم دیده بودیم که اینجا را گفتن که با ابتکاری صاحبکارای محلی و مولا عبدالرحیم مرحوم که سال 2020 از کووید 19 گذشتن خودشون با راهبری اون کس این بیمارخانه هم بنیاد شد. دستگیری مقامات کتی حتما. خب دیگه دستگیری مقامات میشه که بنیاد میشه، ولی چون نمیخواد که در ویدیو بگیم زنده باشه. خب دستگیری مقامات البته دستگیری صاحبکارای وطنی که بیرون از پانغاز هستند و راهبری مرحوم مولا عبدالرحیم. حالی این بیمارخانه تپ تیار به قوله برای قبول بیمارا و شعبه بچگانه نوشته شده است. اون طرف شعبه بیماری های درونی، شعبه تولدخانه یکی از جایهای مهم، چون فرزندا باید زیاد چند دیگه در پانغاز که در این وطن بمانند. خلاصه همش تیار، مجلسگاه در پس منظر، فقط رسم افتتاحش انتظارن که نزدیکترین روزها شاید این بنا هم برای مردم جماعت پانغاز
که با بیش از 30,000 اهالی گفتیم خدمت میرسونه. حالا یک لحظه میبینیم بیرون بنا را، اگر امکانیت شد داخل، اگر نه فقط بیرون بنا را با پورگی میبینیم. خب برادران عزیز، ما وارد میشیم به یکی از بناهای این بیمارخانه که تازه بنیاد شده است و به استفاده داده میشد. و اینجا برادر ما سردختر هم اومدن از دیگه بیمارخانه آمدید. از شما یک بیمارخانه دیگه در نقطه دیگه فعالیت. چند کیلومتر بالاتر اون فعالیت کرد استادی؟ در حدود همین بیمارخانه با. در حدود همین بیمارخانه. اونجا چه شرایط دارد؟ اینجا هم همه شرایط ها دارد، لیکن زمان حاضر با ما خواستیم که خدمت رسانی تندرستی با اهل جماعت بدون مردم تاجیکستان پرقوت کنیم، نزدیک کنیم، نمودهای گوناگون خدمت رسانی طبی پیشکش کنیم و سالمگردانی مردم درجه والایی شکتی در اساس پیام اساسگزار صلح وحدتی جمهوری تاجیکستان پرزیدنت محترم امام الله رحمان مردم با پیشکش خوب کنیم. حالی نوشم ما میتونیم که چند از بیناها را ببینیم، راهرو را که اتاق را ببینیم که در چه حالت قرار دارن. میتونیم ببینیم باید. کدومش میداره بازی؟ همین؟ فرقش نیست. همش هم دیدم ممکن. فهمو میریم بچه‌ها. چرا خوش باشیم. این جایی که نظارت یعنی آبی گرم یا اتاپلینی بخاطر در هر حجره بیمارخانه است که یعنی هر پالات رو از روی معیار آبی گرم و خنکش حرارت پالات را میشه از اینجا کنترل کرد و این نصب شده است در بخش تولدخانه، یکی از جاهای بسیار حساس بیمارخانه ها. یعنی این نمودی اتاپلین فقط در تولدخانه است که در دیگر بخش‌ها هم خیلی است. تمام بیمارخانه همین خیلی نقطه علیحده کنترل دارد، نظارت دارد که واسه با پالات‌های برداشته باید. خب گنرال‌های آینده، بانکرهای آینده، ژورنالیست‌های آینده همینجا باید تولدش با وی برسن ان شاءالله. خب خدا قوتشون کرد. واو. دیگه در حدی که شاید از اولین جای باشه ما دیگه بحث کرد. واقعا بهترین شرایط. درود به هر عزیزی که برای ساختن و برای به استفاده دادن چنین شرایط ها سهم میگذارد. یا اگر برای بنیاد اینجا مبلغ میتید یا قلم صرف میکنید یا وقت صرف میکنید یا سلامتی صرف میکنید، درود برای شما. تالاری تولد همزمان چند نفر قبول کرده میتونن در یک زمان؟ 2 تا 4 نفر. برادر عزیز، در برابر کمبودی هایی که ما هر جا میریم میبینیم و اگر از پیشروی ها گفتیم انصافاً باید واقعا بها داد. مثلا همین کت های خواب بعد جراحی تو جراحی که من چگونه کنم از روی تجربه گفتم شاید واقعا باشه. نه خلاص وقتی که دیدین این همه انتظار اون است که نزدیکترین روزها این بیمارخانه به استفاده داده میشه و یعنی چنین شرایط فقط من در دوشنبه دیدم. شاید در دیگه مرکزهای دیگر شهر و ناحیه ها باشد، ولی همین گونه شرایط که انتظار است به نزدیکی گشوده میشد بیمارا را و کارگرا را. من اینجا نیم شوخی با اکای سردختر گفتم که برادر اینجا دوشنبه یک جوابی خوب داد کوتاه، گفت خب چی فرق دارد؟ واقعا این جواب همین که خدا کند که من بعد اگر ما راه بنیاد میکنیم، اگر بیمارخانه میسازیم، اگر قصر فرهنگ میسازیم، اگر کتابخانه میسازیم، برای همه منطقه ها یگانه بسازیم. مثل همینه که امروز در همین دهه پانغاز جماعت پانغاز این شرایط ساخته شده است. عیناً همون شرایطی که برای دوشنبه هم همین گونه ساخته میشه و برای دیگر مرکزهای ولایت ها. یعنی هر دهه دوردستی ما، هر جماعت دوردستی ما خدا کنه که صاحب چنین بیمارخانه ها
صاحب چنین قصرهای فرهنگی که در مرکزهای ولایت میشه در دهه ها هم خیلی شود راههایی که در مرکزهای ناحیه آباد میشه در دهه ها هم گونه راه ها بنیاد شد یعنی در جمع یک جواب کوتاه همین سردختور که چی فرق داره یعنی تمام تاجیکستان باید شرایط دوشنبه را داشته شد خدا کنه که ما به همین روز برسیم سلامت باشین واخوری ما در دیگر نقطه های ناحیه اشت بعد از اونه که ما در جماعت دیهات پانغاس سیاحت کردیم به قوله سیاحت داخلی از پیشرفت و از پرابلم ها برابر دیدن کردیم و تصمیم گرفتن که موقعی رئیس جماعت با ما هم صحبت شوند با اجازه نامون از سرتون بگمت و نظیره نورمتونه سلامت شد چند سال شد شما همچون موقعی کار میکنید؟ سال 6 میشد که من کار میکنم سال 6 میشود خب راههایی که در دهه پانغاز من میبینم و حتی تا تنکوچه ها را بنیاد شده آباد شد از حساب کی تعمیر شد؟ بله اون از حساب صاحبکاران جماعت فرش کرده شد مکتبی که بنیاد شد در قسمت بالای دهه بیمارخانه مسجد از حساب کی آباد شده؟ مکتبی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 36 با دستگیری صاحبکاران مخصوص جانف ها بیمارخانه مرکزی رقم 5 ناحیوی دهه پانغاز از طرف مردم ساخته و استفاده داده می شود. در چند روز نزدیک چند بنا و یا کارخانه اداره دیگر برای استفاده داده می شود؟ چی است در نقشه؟ بیمارخانه داریم مکتب و چی داریم؟ بیمارخانه داریم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 7 داریم که روزهای نزدیک به استفاده داده می شود. ما وقتی در مورد مکتب معارف گفتم من در این کوچه یک بینای گیمنازیوم که خوردم شعبه شده اینجا. ها ابتدایی ها میخونم. خیلی در حالت فرسوده قرار داره. تقدیر این بینا چی میشه در آینده؟ البته که در آینده با دستگیری صاحبکاران همش از نوسازی کرده می شود. اهالی کودکان میگن که ما خودمون برای گرمایدگی هیزم میاریم تو واقعیت نه دولت همیشه دستگیری یاری رسانی و ایها هستند برای زمستان گذرانی از طرف دولت انگشت و هیزم جدا کرده می شود. کودکان گفتن که ما روی خط داریم برای من نشان دادن واقعیت نداره؟ نه واقعیت ندارد. در برابر همه این آبادی و پیشرفتی که ما در پانغاز میبینیم بسیاری از درها را ما بسته میبینیم یعنی این مردم کجا رفتن و برای چی میرن؟ موسمی به روسیه سفر میکنند موسمی رفته از برای همین برای پیشرفتی روزگارشون کار کرده میبیان موسمی نکین اویلوی میرن که با تنهایی بعضیشون اویلوی هم میروند و میبیان با ما میدونیم که اشت یکی از جایهایی است که مردم تاجیکستان و بیرون از اون با زردآلو و میوه خشک تامین میکنند این سال چی وضعیت دارد میوه خشک امسال کمتر سوستو لیکن خدا خواهد که سال 2022 میوه نقض میشود خود بینای جماعت دیهات پانغاز با تعمیر کلی نیاز دارد در این برابر چه نقشه ها هست؟ ما به نقشه گرفتگیم که با نوبت حاضر حجره ها چند تیش از تعمیر برآورده شد به نقشه گرفتگیم تعمیر می شود روزهای نزدیک تعمیر می شود نقشه این داریم که کلا بینا به جای دیگر کوچانده شود؟ داریم نقشه داریم که کلا به جای دیگر کوچانده شود البته برای همون نفرانی که این صحبت ما را و عموما ویدیوی پانغاز بیرون از تاجیکستان میبینن برای هموطنان همشهریان چی گفتن داریم؟ برای هموطنان خیلی میگوییم تنیسیت خاطری جمع آرزو میکنیم به همه صلح و آبادی باشد همیشه سلامت باشید برای کار شما واری چه تماشا کنید خب جمله وقت تمام کنیم میرم حاضر کامera کتی خب باشه این برادر در نظر اول دوستای نظامی هستند که نظامی پوش در آخرین لحظه های نوار برداری هم خواستن ما را ببینن چند لحظه پیش کامera یا به کامera ها
камераро кушам.